این پولهای فرسوده و کاغذی شاید آخرین بار معامله میشوند و دیگر تاجران برای بقیه آنها را به کسی نمیدهند. ظاهراً 1 سومونه و 3 سومونه و 5 سومونه کاغذی در دست تاجران به آخرین مرحله موجودیت خود میرسند. تاجران آنها را به بانک ملی میسپارند و به جایشان تنگه های فلزی میگیرند که حالا معاملاتشان معمول است. با مقدار 30 سوم، 40 سوم، 50 سوم هر در امانت بانک همونجا مشروع داریم. وقتی سپردن مبلغ را برده به امانت بانک میسپاریم. این فروشنده میگوید پولهای کاغذی 1، 3 و 5 سومونه خیلی کم وارد بازار میشوند. آنهایی هم که وارد بازار میشوند فرسوده و دریده اند. بانک ملی هم تصدیق میکند که پولهای کاغذی از 1 تا 5 سومونه آخرین روزهای هسته‌ای خود را پشت سر میکنند و به جای آنها تنگه های فلزی برابر قربشان میگیرند. برای که ما زودتر پولهای امیسیونی که واجر با هنگام درخواست تشکیلات قرضه برای تحکیم بخشیدن فوند تحکیم بخشیدن خزینه های تشکیلات قرضه ما فقط پولهای امیسیونی یعنی پولهای نو پیشنهاد میکنیم، سوال میکنیم. واسه با این پولهای فرسوده جمع‌آوری نسبتاً کم شده برای که نیست قریب. نماینده بانک ملی در منطقه کلوب در نیم سال بیش از 6 میلیون سومونی پولهای فرسوده را از مردم گرفته به جایشان تنگه های فلزی داده است. آماری که به گفته بانکداران نسبت به سالهای پیش خیلی کم است. همه تنگه شدن، به جای تنگه برآمدن پولهای کاغذی خردترینش 10 سومونه هست. و ما 10 سومونه یا 20 سومونه نو هم که داریم و هنگام درخواست تشکیلات قرضه با تشکیلات پیشنهاد میکنیم. تا 5 سال پیش ساکنان شکایت میکردند که پولهای کاغذی از همه بیش معامله شونده فرسوده و کهنه شده اند و بانک ها آنها را نمیگیرند. تنگه های فلزی 1، 3 و 5 سومونه وارد بازار شد و وضع تغییر کرد. مسئولان بانک ملی میگویند این پولها از همه بیشتر استفاده میشوند. از این رو بهتر معادل فلزیشان در معاملات باشند. آنها باور دارند که پولهای کاغذی تا 5 سومونه به آهستگی و کاملا از معاملات ناپدید خواهد شد.